سرخط خبرها. بسم الله الرحمن الرحیم. استقبال رئیس شورای علمای پاکستان از فتوای علمای افغانستان. میگوید امارات اسلامی باید برای اجرای این فتوا تلاش کنند. انتقال پناهجویان افغان از پاکستان به آلمان. وزیر خارجه آلمان میگوید افغانهای دارای تعهد پذیرش تا پایان سال جاری میلادی منتقل می شوند. و کشته شدن 17 تن از دانش آموزان در شمال کلمبیا. مشروع خبرهای این ساعت با من فصیح الله همدرد. وانگی وزیر خارجه چین از کشورهای خاور میانه خواست مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد با پکن را که بیش از 20 سال طول کشیده نهایی کنند. او در سفر به امارات، عربستان و اردن بر آمادگی شرایط و لزوم تصمیم نهایی تاکید کرده و خواهان گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و به ویژه نفت و گاز شد. در پی واژگون شدن یک بس حامل دانش آموزان در شمال کلمبیا دست کم 17 نفر کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. این بس پس از بازگشت از یک سفر تفریحی از جاده منحرف به پرتگاه سقوط کرد. مقام‌های محلی از ادامه عملیات امداد و انتقال زخمی‌ها به بیمارستان خبر دادند. رئیس شورای علمای پاکستان از فتوای علمای افغانستان استقبال کرد و از امارات اسلامی خواست برای اجرای آن تلاش کند. طاهر محمود اشرفی گفت علمای دو سوی خط دیورند خواهان صلح‌اند و تاکید کرد خاک پاکستان نباید علیه افغانستان استفاده شود. ما از اعلامیه علمای افغانستان به نمایندگی از شورای علمای پاکستان استقبال می‌کنیم. ما معتقدیم که این گام در جهت مثبت است. اکنون مسئولیت اجرای آن بر عهده دولت افغانستان است. به هیچ کس اجازه داده نمی شود که از افغانستان به پاکستان فعالیت‌های تروریستی انجام دهد و به هیچ کس نباید اجازه داده شود که از پاکستان به افغانستان فعالیت‌های تروریستی انجام دهد. और इनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की पॉलिसियां ये चंद लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर हैं इनके कहने पर बनाई जाए. وزیر خارجه آلمان با ابراز نگرانی از وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان اعلام کرد که انتقال آنان به آلمان در اولویت است. وی خواستار تسریع پروازها شد و گفت افغانهای دارای تعهد پذیرش باید تا پایان سال به آلمان منتقل شوند. در حالی که بسیاری از افغانهایی که وعده پذیرش از حکومت آلمان به دست آورده بودند، در کشورهای سومی از جمله پاکستان با سرنوشت مبهم به سر میبرند. وزیر خارجه آن کشور در گفتگو با رسانه‌های داخلی آلمان گفته که امیدوار است روند انتقال این پناهجویان به آلمان تسریع گردد و آنان تا پایان سال جاری میلادی به آن کشور منتقل شوند. یوهان واتفول درباره تأخیر در روند انتقال آن عده از افرادی که در پاکستان به سر میبرند هشدار داده و افزوده که آنان با خطر اخراج از سوی پاکستان روبروند. وزیر خارجه آلمان تصریح کرده که بررسی‌ها و پروازها همکنون به سرعت به پیش می رود و وی با حکومت پاکستان به توافق دست یافته تا روند اخراج آنان را تا 6 ماه آینده متوقف کند. من بر این باورم که این موضوع در اولویت قرار دارد. بررسی‌های لازم و همچنین پروازها اکنون با سرعت انجام می شود. از آغاز سال آینده میلادی افغان‌هایی که در پاکستان در انتظار هستند با خطر اخراج به کشور مبدأ روبرو خواهند شد. انتظار دارم پروازهای انتقال مهاجران افغان از پاکستان به آلمان تا ختم سال جاری میلادی پایان یابد. سیاست کلی مهاجرت در مورد پذیرش‌های جدید و اخراج مجرمین کماکان سختگیرانه و متناقض باقی خواهد ماند. به طور خلاصه آلمان متعهد به انتقال افرادی است که به آنها وعده رسمی داده است، در حالی که همزمان به اجرای قوانین اخراج برای پناهجویان رد شده ادامه می‌دهد. این دو سیاست در حقیقت در ظاهر متناقض، اما هر دو بخشی از تلاش آلمان برای مدیریت همزمان تعهدات بشردوستانه و کنترل مهاجرت قانونی هستند. همزمان کمیسیون عالی امارات اسلامی در امور مهاجران گفته که تنها روز گذشته نزدیک به 5000 تن از پاکستان و ایران به کشور بازگردانده شدند. پاکستان به دلیل اون سیاست‌های
خصمانه‌ای که بین دو کشور افغانستان و پاکستان به وجود آمده است، در واقع اون مشکلات اقتصادی این کشور و همچنین اون تهدیدات امنیتی که در واقع در این کشور برای اینکه بتواند این مهاجرین را به عنوان یک ابزار یا به عنوان یک فشار سیاسی بالای دولت کنونی افغانستان، در واقع این اخراج‌ها افزایش یافته است که این مشکلات فراوانی را به مهاجرین به وجود آورده است. قابل یادآوری است که پیش از این رسانه‌های آلمانی به نقل از مقام‌های آن کشور گزارش داده بودند که آلمان قصد دارد برای شماری از افغان‌هایی که منتظر انتقال به این کشورند اعلام کند که پرونده‌های مهاجرتی آنان از سوی این کشور پذیرفته نشده است. مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران گفت عدم حضور نمایندگان امارات اسلامی در نشست تهران بر روابط دو جانبه ایران و افغانستان لطمه نمیزند. محمد رضا بهرامی تاکید کرد تهران بر ادغام سیاسی و اقتصادی افغانستان در منطقه باور دارد و به تصمیم کابل برای عدم حضور احترام میگذارد. پایان خبرهای این ساعت. از یک وقتتان خوش. خدا نگهدار.